سلام دوستان، خوش آمدید به کانال پختوپزهای خانگی. ما امروز همراه یک نمود پیراکی آسانک با کفیر تیار میکنیم. محصولات لازمه برای ما 4 دانه تخم، 300 گرم آرد، یک پاچکه رزرخلیدل 10 گرم، 200 گرم شکر، 200 گرم کیفیر، 3-4 قاشق کاکائو، 100 میلی لیتر روغنی رستنی لازم است. این محصولات برای تیار کردن پیراکی ما لازم است. ما در اول 4 دانه تخمه با 200 گرم شکر تا سفید شدنش لب میزنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند کاری ما به فیض و برکه و آبروتیت. محصولات ما تیار. ما اکنون 200 میلی لیتر کفیر یک بار دیگر رو لب میزنیم و 100 میلی لیتر روغنی رستنی همای همراه کرده بار دیگر همیشه شروع آمیخته میکنیم. 300 گرم ارداموبا، یک پاچکه رزرخلیدل 10 گرم و 3 قاشق کاکائو همراه کرده همیشه ایالچه میگذارانیم. نقش رو با همراهی لپتکا آمیخته میکنیم. درونش بگم قطعی اردک نماند. همیشه با یک محصولات آمیخته کردیم. درونش بگم قطعی خمیرک نمان. میتونید با همراهی وینچیک آمیخته کنید یا که بلندر قطعی با لپتکا آمیخته کنید. شروع بیاد پدیامش. من فرم شیشگی گرفتم. میتونید شما لیستی تفتامه تیار کنید. رزمیری فرم 25 سانتی متر به 35 سانتی متر میپاشه. کمتر آردم میپاشیم تو نکره. محصولاتی تیار کردیم. شروع کرده فرمابه میگیریم. بسم الله الرحمن الرحیم. همه جاش به یک خیر میگیریم. همه جای فرم ها به یک خیل کرده میکشیم. خمیرامایی که پدیامش یک خیل بیاد. با مدتی 35-40 دقیقه به 160-70 درجه به تفتان میگذاریم. بیسکویت هم تیار شد. نگاه کنید دیگه قطعی خمیر نچسبید. اگر می چسبه چوب چبه ولی بیسکویتی ما تیار نیم. خودش زیرکنه بینید معلوم میشد ملایمه که این علاقه سخت شدگی. ما همه جاشه سوراخ میکنیم برای آنکه سیراب میریزیم. ما این افامه نمیگیریم. خیلی خواهید کرد یکم پتناسبه گیرید چه ملایمه شدگی. من 2 قاشق سوگوشانه ملکوبه آبی شیرکر میریزیم. 3-4 قاشق سیراب تیار میکنید. میتونید با شکر هم تیار کنید. شکر رو آب جوشانید. شروع میکنیم. شروع آب کردیم. یک چیز میریزیم. همین بیسکویتی تیار کردیم همو با شروع میریزیم. ریخته تا خنک شدنش نگاه میداریم. خودش با کشیده گیریم. تا خنک شدنی بیسکویت ما کمتر برای روش کرم تیار میکنیم. 150 گرم مثلا 4-5 قاشق سوگوشانکی من کرم تیار میکنم. تا سفید شدنش میزنیم. کریمی ما هم تیار شد. نگاه کنید چه سفیدی خوش رو آمد. بیسکویتی ما هم خنک شد. ما کو
کرمی تیار کردیم ما روشبه میکنیم شروع میمالیم. شروع روشبه همه جاشبه یخیل میمالیم. شروع کریم کریم. كمان کمتر شکلات بکرم میشاب بگرفتم میتونید صاف هم بگیرید. کمتر منه نو بشه میبریم نه اونقدر کلان. نه آرام میتیم. نه پلاسه کریم میکشیم. شکلات مویا. خیلی میتونید با فانتزی خودتان آراتی. خیلی با راهی آسان با تیار کنیش منه آسان نه اونقدر وقتی بسیار میگیره. گیردش بم شکلات میکنیم گردابه گیرد. منه چوبچکی میکشیم مثل گل میکنه منه. یکتا از این طرف میکشیم یکتا منه از آن طرف. یکتا باز از این طرف. همینطور آرامیتیم. منه پیراکی ما هم تیار 3-4 ساعت خالدلنیک بمیمانیم یا که جا خنک بمیمانیم کریم ها شخ شود. بعد درونش ریزه کریم بینیم که چقدر تیار شده است. منه چگونه میبینید پیراکی ما هم شخ شد. منه ما ریزه کریم بینیم چقدر آمده است. بسم الله الرحمن الرحیم. منه ریزه کنی هاشم ملایم. منه درونی پیراکی ما چقدر آمده است. نگاه کنید چقدر ملایم ریزه کنی هاش. جایبات با لذت آمده است. شما هم حتما برای نزدیکان خوب تیار کنید. کانال ما دستگیری کنید، پادپیساتی کنید و یارو دوستای دعوت کنید. انشالله باز با دستگیری شما ویدیوهای بهتر و بهتر میشه. خیر تا ویدیوهای آینده در پناه خدا باشید.